با سلام و عرض ادب، بهنام دولتخواه هستم. در این بخش در خدمت شما هستم با درس برآورده‌بار الکتریکی ساختمان‌ها. برآورده‌بار یکی از موارد مهم مطالعات فاز 1 و 2 پروژه و به طور کل یکی از موردهای مهم شروع طراحی تأسیسات الکتریکی در درون پروژه است. برآورده‌بار به جهت به دست آوردن مقدار مصرف الکتریکی پروژه و محاسبه درخواست برق پروژه از اداره برق توزیع یا اداره برق منطقه‌ای هستش. برای فراهم کردن مقدمات تأمین نیروی برق هر پروژه مثل انشاب ورودی پروژه، پست برق، مولدهای برق و غیره، لازم استش که قبل از اقدام به تهیه طرح تأسیسات الکتریکی در مرحله اولیه طرح ما یک برآورده‌باری داشته باشیم تا متوجه بشیم که مقدار درخواست ما از شبکه توزیع برق کشور چقدر هستش. در صورتی که برآورده‌بار رو به درستی انجام ندیم، دو حالت میتونه برای ما پیش بیاد در پروژه. یا خیلی اوور دیزاین میکنیم پروژه رو، یعنی که بار پروژه رو خیلی بیش از حد میبینیم و طراحی ها و خریدهامون بر حسب همون برآورد هستش، یا آندر میبینیم، یعنی که کمتر از حد پروژه هستش و مشکلات خاص خودش رو داره برای ما در آینده. با اوور دیزاین کردن ما هزینه اضافی برای پروژه کردیم در حالی که هیچ استفاده از اون نمیتونیم بکنیم و به همینجا ختم نمیشه این اوور دیزاین کردن برآورده‌بار زیاد پروژه. ما یک تابلو رو در نظر میگیریم با برآورده‌بار زیاد این تابلو، یعنی ضریب همزمانی نامناسب، کلید اصلی تابلو یک رنج یا دو رنج بالاتر انتخاب میشه. نسبت به همین سایز کابل ارتباطی تابلو فرعی تا اصلی بزرگتر انتخاب میشه، چون ما اوور دیزاین کردیم یا برآورده‌بار رو بالا گرفتیم. سایز کلید بالا دست بیشتر انتخاب میشه و همینطور تا بالا بریم شاید سایز ترانسفورماتور بالاتر انتخاب بشه و سایز مولدها نیروگاه. اگر پروژه بزرگتر از این حرفا باشه، یعنی تعداد کابل هایی که کنار هم حرکت میکنن داخل پروژه بزرگ باشه، با اوور دیزاین کردن هر کابل یک سایز بالاتر انتخاب بشه. به طور مثال میبینیم که سایز لدرها تغییر میکنه، سایز سینی ها تغییر میکنه، ساپورت سینی ها باید قوی تر باشه و میتونه روی معماری پروژه هم حتی تغییر داشته باشه، تأثیر داره روی معماری پروژه هم، چون که اگر سایز سینی هامون بیشتر بشه قطعا جای بیشتری، اگر روی سقف داره استفاده میشه، جای بیشتری روی سقف ما لازم داریم و روی طراحی پروژه کلا تأثیر داره. اگر هم که برآورد رو کمتر از حد انتخاب کرده باشیم، باز هم شاهد این هستیم که در زمان بهره برداری باعث آسیب دیدن به تجهیزات خواهد شد، شاید افت ولتاژ اون بیش از حد بشه و دوباره ما باید اون موقع طراحی رو دوباره شروع کنیم، طراحی کنیم و دوباره بخوایم اون ضعف ها رو اصلاح کنیم. همین هم باعث هزینه مالی و زمانی خواهد شد. عملا ما تا برآورده‌بار درستی نداشته باشیم، سایز کابل، سایز ترانسفورماتور، سایز ژنراتور، سایز UPS رو نمیتونیم به درستی انتخاب کنیم. مشکلات برآورده‌بار اشتباه به همینجا ختم نمیشه و میتونه تبعات سنگین‌تری برای ما داشته باشه. به طور مثال عرض می‌کنم خدمتتون، همونطور که میدونیم برای انشاب‌های زیر 30 کیلووات توی برق شهر انشاب آمپری به اون پروژه تحویل میدن. از 30 تا 160 کیلووات اگر شما درخواست داشته باشی از برق شهر، اداره برق توزیع تصمیم میگیره، انتخاب با خودشه که به شما برق LV بده یا MV. ولی اگر مصرف شما، یعنی دیماند شما بالاتر از 250 کیلووات باشه، اداره برق ولتاژ اولیه به شما میده، یعنی خط 20 کیلوولت به شما تعلق میگیره و شما باید یک پست احداث کنید. اگر برآورده‌بار رو درست انتخاب نکرده باشیم و اوور دیزاین کرده باشیم، به طور مثال عرض کنم بره هول و هوش 250 کیلووات برسه، در حالی که مثلا مصرف ما 100 خورده کیلووات باشه، ما اشتباه کردیم و باعث شدیم که یک پستی به گردن این پروژه بیفته و مالک باید پست احداث کنه با این هزینه‌های ترانسفورماتور، کابل و تجهیزات پست
علاوه بر این حدوداً 16-17 متر و 20 متر ما برای یک پست معمولی به اداره برق باید بدیم که اونجا پست احداث بشه، یعنی 20 متر با این هزینه متراژ زمین که اطلاع دارید یه هزینه بزرگی میشه. فقط با یک انتخاب اشتباه ما این هزینه ها به پروژه تحمیل میشه. در کل خدمتتون عرض کنم یک برآورده بار خوب باعث میشه هزینه زیرساخت تاسیسات الکتریکی واقع بینانه و مناسب باشه. یک پیشگفتاری بود در خصوص برآورده بار که ما چرا اصلا این کار رو میکنیم و چه لزومی داره که دقت کنیم در این زمینه. در ادامه در خدمتتون هستم در فصل‌های بعدی.